چرا باید از فرمت ویو یا مشابهش استفاده کنیم؟ اگه کیفیت صدا براتون مهمه تا آخر ویدیو رو ببینید. AIFF یا ویو فرمت‌های استاندارد ضبط و پردازش حرفه‌ای صدان و تو دسته لاسلس یا بی‌ضرر قرار می‌گیرن. حالا چرا بی‌ضرر؟ چون موقع ضبط یا پخش صدا رو با بالاترین کیفیت ممکن و حداقل دستکاری و تاثیر رو کاراکترهای صوتی باز تولید می‌کنن و دیتایی تو این روند از دست نمیدن. برعکس فرمت‌هایی مثل MP3 برای کاهش حجم فایل رو فشرده میکنن و این کار صدا رو از حالت اولیه‌اش خارج میکنه و باعث افت کیفیت میشه. وقتی صدا از اینستاگرام، اسپاتیفای، یوتیوب، رادیو یا هر بستر دیگه‌ای رد میشه و به گوش مخاطب میرسه، به صورت پیش‌فرض افت میکنه و اگه شما هم فایل بی‌کیفیت ارائه بدید این مشکل تشدید میشه. پس برای بالاترین کیفیت و بازتولید شبیه‌ترین صدا به واقعیت همیشه از فرمت‌های حرفه‌ای برای سر کله زدن با فایل‌های صوتی استفاده کنید. راستی یادتون نره که با تغییر فرمت MP3 به ویو نمیتونید اطلاعات از دست رفته رو برگردونید. بعداً درباره مشخصات فرمت ویو ویدیویی شیر می‌کنم، پس حتما ویفورک رو فالو کنید.